السلام علیکم بینندگان گرامی، برنامه اخبار از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتان می‌گردانیم. در استودیو قربانزاده. تغییریابی اقلیم در شرایط فعلی با یکی از مسائل مبرم تبدیل یافته تشویش کارشناسان را بیشتر نموده است. موافق معلومات اقلیم شناسان، حرارت هوا دوام سالهای آخر به طور بی‌سابقه بلند شده. شورشوی خاک و پس گشتن حاصلناکی زراعت به دلیل دگرگونشوی اقلیم مشاهده می‌گردد. متاسفانه تاثیر تغییریابی اقلیم در حدود کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز مشاهده می‌گردد. شرح این مطلب در تهیه منصور جلال. تغییریابی اقلیم ما را وادار می‌سازد که طرز زندگی و مناسبت خود را با محیط اطراف تغییر بدهیم، زیرا در صورت ادامه دادن رفتار قبلی خود دچار روندهای مدهش خواهیم شد. سال تا سال در نتیجه دگرگونشوی اقلیم و تأثیر آن به محیط زیست بیشتر شده به تشویش چاره‌جویی فوری کشورها سبب می‌گردد. بالوروی حرارت در سیاره به تاجیکستان هم به تاثیر نمانده آبشوی پیریخ‌ها را به وجود آورده است. در نتیجه این روند آفت‌های طبیعی و خسارات از آن افزون گشته است. از این رو جهت رفع عاقبت‌های ناگوار این روند پیشگیری از همه گونه حوادث به اکوسیستم تأثیر رساننده ناگزیر دانسته می شود. چند سال اخیر زیادشوی چنگ و بادها در حدود جمهوری تاجیکستان زیادتر مشاهده می‌گردد و این چنگ بادها سالهای پیش اگر که به بلندی‌های 2500 تا 2700 متر می‌رسیدند، این زمان این چنگ بادها علاقه به بلندی‌های 3000 3500 متر از سطح بحر مشاهده می‌گردد که این چنگ باد علاقه گویا که ذره‌چای خردی خاک مانندی که هستند در بالای پیریخ علاقه میتونن میشینند. وقتی که این چنگ بادها شیشنند علاقه زیاد شوی آبشوی هم برف هم یخ در بالا هم مشاهده میگردد. متخصصان تأثیر منفی انسان به طبیعت و محیط اطراف را در نیمه دوم عصر 20 و اول عصر 21 به دگرگونشوی اقلیم ربط می‌دهند، زیرا در نتیجه تأثیر انسان به طبیعت و اخراج از معیار زیاد گازهای پرنیکی سبب گشته است. موافق قانون فیزیکی هنگامی که در بالای برف یا در بالای یخ جسمی سخت یا اینکه جسمی رنگی سیاه داشته باشد، اگر او امکانیتی گرفتن نور آفتابی را زیادتر دارد و در این قسمت وقتی که جسم های گویا که رنگی خیره داشته در بالای پیریخ جمع می شود، علاقه کشیدن نور آفتابی را امکانیتی زیادتر پیدا می کند و این حالت به زود آبشوی پیریخ مساعدت میکنند و قسمتی از 4000 بالا از سطح بر علاقه در این قسمت ها در بالای پیریخ گویا که برف مشاهده میگردد و در این قسمت ها گویا که جسم های سفید یعنی برف یخ مشاهده میگردد. هنگامی وارد شدن نورهای آفتابی علاقه انعکاس یافتن نور آفتاب از جسم سفید زیادتر است و در این قسمت ها آبشوی پیریخ کمتر می‌شود. با در نظر داشت این مشکلی گلوبالی کارشناسان اظهار می‌دارند که در صورت استفاده عاقلانه و باثمر ذخیره‌های موجوده منطقه می‌توانند طلبات افزاینده اهالی و اقتصاد کشورها را با آب کاملا قانع ساخته به حل مسئله‌های مربوط به تامین امنیت آذوقه‌واری مساعدت نمایند. در رابطه با بنیاد انفراساختور نو در ساحه آب و نیرو با استفاده تکنولوژی‌های نو به شبهه جهت حل من بعد مسئله‌های ذکر شده اقدام مهم و ضرور است. معرفی ظرفیت و امکانیت‌های سیاحی تاجیکستان در نمایشگاه 18 بین المللی سیاحی و صنعتی تهران. تحکیم مناسبت‌های ثمره‌بخش در زمینه عملی نمایی هدف‌های نیک و آینده‌دار. گزارش از جریان این نمایشگاه سطح بین المللی. در شهر تهران جمهوری اسلامی ایران 18مین نمایشگاه بین المللی سیاحی و صنعتی تهران برگزار گردید که در آن هیئت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. در نمایشگاه مذکور گوشه سیاحی کشور تشکیل کرده شده، در آن ظرفیت و امکانیت‌های سیاحی و هنرهای مردمی به نمایش گذاشته شدند. در کار چاره‌بینی با شکوه پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران
محترم مسعود پزشکیان اشتراک نموده به خاطر پاس و گرامی داشتن مناسبت‌های دوستی و برادری دو کشور همفرهنگ و دوست از گوشه سیاحی جمهوری تاجیکستان دیدن نمودند. ضمن بازدید محترم مسعود پزشکیان پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران اوید به احترام خاص داشتنشان به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان سخنرانی نمودند. مورد به ذکر است که در حاشیه نمایشگاه مذکور واخورین نمایندگان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با یک قطار شرکت‌های با نفوذ گردشگری جمهوری اسلامی ایران برگزار کرده شد. ضمن ملاقات مسئله‌های تقویت همکاری‌ها در سمت جلب سیاحان طرفین با کشورهای همدیگر و تقویت همکاری‌ها در ساحه سیاحی بررسی گردید. جانب‌ها به موافقه رسیدند که برگزاری نمایش محصول هنرمندان جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران براه مانده شوند. تقویت تدبیرهای آبادانی در ناحیه دوستی، تطبیق نقشه و برنامه‌های مشخص ثمرآور در روند وسعت سازندگی‌ها امروز در این ناحیه مشاهده می‌گردد که سهم ساکنان و صاحبکاران وطن دوست در آن نظر است. رشد انفراستراکچور محل و فراهمسازی شرایط ارزنده روزگار در پی اجرای هدف‌های نیک و آینده‌دار. معلومات مفصل در گزارش اسماعیل صاحب نظریان و موسی نور محمد. ساکنان و صاحبکاران دهه گلاباد جماعت دهات جلیکل ناحیه دوستی با هوسمندی تام اوید به تقویت کارهای سازندگی بهر رشد محل اقدامهای زیادی آبادانی را راه اندازی کرده ایستادند. با در نظر داشت طلبات زمان در پرتو دستور و هدایت‌های راهبریت عالی مملکت، ساکنان از خود تشبثکاری نشان داده با به ترتیب درآوردن راه و کوچه‌ها، جویبارهای کنار راه را تعمیر و از نوسازی کرده با استفاده از موسم مناسب در های معین شده نهالان سایه افکن و همیشه سبز و گل و بوته‌های آرایشی میشینانند. طور تشبثکاران ابراز می‌نمایند اقدام مذکور در ادامه کارهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی عملی گردیده. مقصد از آن آبادی و سرسبزی یک گوشه وطن عزیز میباشد. ما در آستانه جشن بزرگ 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان قرار داریم. ما ساکنان دهه گلاباد برای آبادانی محل دهه خود کمر بسته ایستادیم. مردم با یک شور شوق زیاده از 1.5 کیلومتر راه را منفعش کردند. 1 کیلومتر روشنایی چهارراهکنی سیمچوب‌ها ساخت شده ایستادند. اینچنین برای تامین امنیت عضوخواری در حدود دهه ما یک سرخانه بزرگ که گنجایش 600 کوب را برای نگاه داشتن مواد غذایی ساخت شده است. زیاده از 10 گرمخانه فعالیت میکند. در آینده هم مردم ما در این سبیل برای آبادانی خود بی‌طرف نیستند. چونکه وطن ما است. ما و شما باید غمخوری کنیم، دلسوزی کنیم و به نسل‌های آینده یک کشور خوب باقی مانیم. چراغانکنی کوچه ها از بندهای اساسی کارهای به نقشه گرفته شده آبادانی ساکنان دهه گلاباد ناحیه دوستی به حساب رفته در این سمت الکی کارهای معین به انجام رسانیده شده است. متصدیان ابراز می‌نمایند که تقویت یافتن روند کارهای سازندگی در محل با اشتراک بواسطه ساکنان از ثبات کامل وطن و بهداشت سطح و صفت روزگاری اهل جماعتچگی بازگویی می‌نماید. ما تصمیم گرفتیم که همین کوچه رو با چراغ‌کنی و دو طرف کوچه رو با کوچه پیاده‌گرد رو با منفعش‌کنی و درختان سایه افکن آرودیم. من چخیل شما شاهدی آن هستید که ما چخیل آباد کرده آماده ایستادیم و ما کاری ما با آخر رسیدگی نیست. در آینده ما نقشه داریم که تا آخری کوچه و تمام کوچه ها رو همین چراغان کنان و پیاده ها رو منفعش کرده همین کارهای ما کرده ایستادیم. از حسابی صاحبکاران و ساختمانمندان همین دهه گلاباد میباشند. به همین ترتیب ساکنان و صاحبکاران دیگر جماعت شهرک و دهات ناحیه دوستی در همکاری با مقامات محلی کارهای آبادانی و سازندگی را تقویت بخشیده مقصد دارند که به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان زیاده از 180 انشاءات سمت فعالیتشان گوناگون را مورد استفاده قرار دهند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه دوستی، اخبار.
در شهر خوجند در دایره آمادگی‌ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد پارک تکنولوژی ادامه دارد. مؤسسان و سرمایه‌گذاران نقشه دارند که در حدود پارک تکنولوژی مرحله به مرحله 40 کارگاه و کارخانه نوی صنعتی و خدمت‌رسانی را بنیاد نمایند. تفصیلات در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. پارک تکنولوژی شهر خوجند که برای تطبیق طرح‌های اینواتسیونی پیش‌بینی شده است در دایره آمادگی‌ها با جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب شرکت بسیار ساحوی علمی تکنیکی نور بنیاد کرده می‌شود. با تاکید مؤسسان شرکت این مجموعه است که در آینده پژوهشگاه‌های علمی تحقیقاتی، مرکزهای تجارتی و خدمت‌رسانی و انشاءات زیادی صنعتی را فرا می‌گیرد. این قلمرو امکانیت و همگیری استحصالات، خدمت‌رسانی، علم، معارف و تکنولوژی‌های عالی میباشد. در پارک تکنولوژی صاحبکاران و سرمایه‌گذاران میتوانند کارگاه و کارخانه‌ها را تأسیس داده در روند صنعتی‌کنونی کشور سهم نظررس گذارند. عین زمان در حدود پارک تکنولوژی که بیشتر از 3 گکتار را تشکیل می‌دهد، بنیاد کارگاه‌های استحصالی و مرکزهای معاصر خدمت‌رسانی با مرام ادامه دارد. مؤسسان و سرمایه‌گذاران نقشه دارند که در مرحله اول کارگاه‌های جراببراری، خراطی و آهنگری، کارکردی سنگ‌های نادر، استحصال دستگاه‌های جریاندهی تلفن‌های موبیلی، مبل‌های گوناگون، پانل‌های مخصوصی ساختمانی، مرکزهای معاصر شستشو و تشخیص کامپیوتری واسطه‌های نقلیات را ساخته به استفاده دهند. حالا کارهای ساختمانی و نصب تجهیزات کارگاه و مرکزهای بنیادشونده پارک تکنولوژی را بیشتر از 300 نفر متخصصان محلی با سطح و صفت بلند اجرا می‌کنند. پیشوای ملت در پیام تاکید کردند که جاهای کاری کنتون، تکنولوژی نادراتون، مکتب و کودکستان ها ساختند. همین سبب شد که ما شروع کردیم به کودکستان ساختن کودکستان و مکتب. در آینده باز همین سرمشق کاری خود کرده همین گفتهای جناب رو ما همون مرحله به مرحله به نقطه بلندی کاری میرسیم. پارک تکنولوژی که ما حاضر تشکیل کرده سادیم مساحتش زیاده از 33,000 متر کвадрати است. در اینجا زیاده از 40 کارخانه نو بنیاد میشد که ما تو همین مرحله به مرحله تا 2000 جای کاری تشکیل میکنیم. در پارک تکنولوژی با وارد نمودن 100 دستگاه استحصالی از کشورهای پیشرفته جهان، مرحله یکم کارگاه جوراب‌بافی افضل نور آماده کار است. در کارگاه در یک ماه تا 600,000 جفت جوراب استحصال کرده می شود. برای به کار درآوردن مرحله یکم کارگاه قریب 6 میلیون سومانی خرج گردیده در نظر است که با 100 دستگاه نوی جوراب‌بافی وارد کرده شود. همزمان شماره کارمندان در این کارگاه استحصالی به بیشتر از 100 نفر برابر می گردد. حالا در اینجا نزدیک 20 نمود جوراب مردانه، زنانه و کودکانه استحصال کرده می شود. جهت تقویت روند استحصالات و به راه ماندن صادرات محصولات با شریکان تجارتی شرطنامه‌های همکاری به تصویب رسیده جلب سرمایه نیز در نظر است. در کارگاه افضل نور عین زمان زیاده از 50 نفر با جای کار تامین شده. در یک شبانه روز امکان است که زیاده از 20,000 جفت جوراب استحصال کرده شود و مسئولان نقشه دارند که در آینده در برابر تامین بازار داخلی این نمودی محصولات را با تمغه استحصال تاجیکستان و خارج کشور صادرات نمایند. برای تقویت بخشیدن فعالیت پارک تکنولوژی مهمترین تدبیری که در آینده از جانب شرکت بسیار ساحوی علمی تکنیکی نور عملی کرده می شود، این تیار نمودن متخصصان ساحه صنعت و خدمت‌رسانی بوده. با این مقصد نقشه بنیاد کودکستان و مکتب‌های معاصر نیز در نظر است. در این سمت شرکت تجربه کافی داشته. در اساس دستور و هدایت‌های سازنده سرور دولت محترم امام علی رحمان، حالا مکتب و کودکستان‌های نور فعالیت نظررس دارند. همه جناب عالی میگن که فرزندان ما باید تربیتیم، ما صاحبی کنیم، صاحب ملت ما باشیم، صاحب زبان ما باشیم، صاحب دولت ما باشیم. تا 35 سالگی 2 تا مکتب 2 تا کودکستان میسازیم. در نظر است که سال روان مرحله اولی پارک تکنولوژی شهر خوجند با فراگیری انشاءات به نقشه گرفته شده و استفاده داده شود. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر خوجند، اخبار.
давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат симои ноҳияи лахш низ куллан тағйир ёфта инфраструктураи он мукаммал гардонида шуд. ҳамчунин ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 124 иншоот ба нақша гирифта шуда, аз ин шумора то имрӯз 64 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. маълумоти бештар дар гузориши Идигули Маҳмуд. ноҳияи лахш бо шарофати истиқлоли давлатии кишвари азизамон пайваста рушду тараққӣ карда, дар партави дастур ва ҳидоятҳои созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин гӯшаи дурдасти ватанамон сол то сол ободу зебо шуда истодааст. аз ҷумла дар солҳои соҳибистиқлолӣ барои таъмин намудани рушди устувори соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти ноҳия ва баландбардоштани сатҳу некуаҳволии мардум аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ беш аз 1.7 миллиард сомонӣ маблағ равона карда шудааст. таи 33 соли сипаригардида барои таҷдид сохтмон ва аз навсозии соҳаи маориф ва беҳтар намудани соҳаи тандурустӣ, дастгирии роҳҳо, дастгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ, рушди соҳаи кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зист 22 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ бо маблағи 700 миллион сомонӣ амалӣ карда шудааст. дар ин давра дар ноҳия маблағгузорӣ ва сармояи асосӣ аз ҳамаи сарчашмаҳо зиёда аз 362 миллион сомониро ташкил дода, даҳо иншооти иҷтимоиву иқтисодӣ бунёд карда шуданд. дар соҳаи тандурустӣ барои боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ, таъмиру барқарорсозии як қатор иншооти соҳа анҷом ёфта, аз ҳисоби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ба муассисаҳои тандурустии ноҳия таҷҳизотҳои нави тиббӣ ворид карда шуд. дар раванди корҳои ободонӣ аз ҳисоби маблағҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ дар ҳудуди ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи лахш сохтмони як қатор иншоот идома дорад, то дар оянда барои таҳсили хонандагон биноҳои нави таълимӣ ва синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шаванд. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳудуди ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия бунёди як қатор иншооти муҳим амалӣ шуда истодааст, ки он ба пешрафти иҷтимоиву иқтисодӣ мусоидат хоҳад кард. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи лахш нақша чорабиниҳо иборат аз 124 банд қабул ва таҳия карда, то имрӯз 64 банди он, яъне 51% банд иҷро карда, дар дигар биноҳо иншоотҳо корҳои сохтмониву лоиҳакашӣ бо маром идома дорад. соли гузашта дар доираи сафари корӣ ба ноҳияҳои минтақаи Рашт, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳраки Ваҳдат ҷиҳати бунёди коқи фарҳанг барои 450 ҷойи нишаст ва шӯъбаи маориф санги асос гузоштанд. дар ин радиф сохторҳои марбути соҳа вазифадор шуданд, то иншоотро дар муддати 2 сол бо сифати баланд сохта ба истифода диҳанд. зеро то ҳамин давра дар ноҳияи лахш бинои замонавӣ мавҷуд набуд, то ҳунармандон чорабиниҳои фарҳангии худро дар сатҳи зарурӣ баргузор намоянд. ин аст ки бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани бинои коқи фарҳанг барои кормандони соҳа тамоми шароитҳо муҳайё мегардад, то дар ташвиқу тарғиби фарҳанги миллӣ саҳми босазои худро гузоранд. ҳамин тарз дар партави ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи лахш боз татбиқи 4 лоиҳаи дигар идома дошта, амалӣ шудани ин барномаҳои созанда барои таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи лахш. сайёҳӣ аз ҷумлаи соҳаҳои сердаромади иқтисоди миллӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи сайёҳон ва рушди сайёҳии ҳунарҳои зарури амалӣ карда мешавад. дар донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Мояншор Назаршоев бо мақсади омода намудани мутахассисони соҳибкасбу бо маҳорати соҳаи сайёҳӣ тадбирҳои мушаххас равона шуда, ба масъалаи забондонии онҳо низ диққати хос дода мешавад. идомаи матлаб дар гузориши навбатӣ.
با شرافت صاحب استقلالی مملکت و دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان روز تا روز به یک مکان افسانوی و دلفریب تبدیل یافته ایستاده است. خصوصا مرکز مأموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروق با تمام زیبایی‌هایش دقت همگان را به خود جلب کرده، امروزها سیمای خود را کلاً دگرگون کرده است. پیشوای معظم ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در برابر تحلیل دیگر سمت‌ها به ساحه سیاحی توجه خاص ظاهر نموده، رشد این ساحه را یکی از ساحه‌های مفید و ضروری برای پیشرفت و ترقیات منبعده مملکت ارزیابی کرد. پیام نوبتی ارائه گردیده پیشوای معظم ملت عاید به ساحه سیاحی که سرور دولت قید کردند که شماره سیاحانی که سال 2024 به تاجیکستان آمدند به 1,400,000 نفر رسیده، نسبت به سال 2019 12% افزوده است. در برابر جلب سیاحان خارجی و رشد سیاحی داخلی نیز باید توجه جدی ظاهر کرده شود. رهبریت دانشگاه دولتی خاروق به نام مایانشور نظرشایف برای تیار نمودن کادرهای بلند اختصاص در ساحه سیاحی سهم باسزا گذاشته، پیوسته به آن تلاش می‌ورزند که دانشجویان خود را همه جهته برای کار و فعالیت آینده در سمت سیاحی آماده نمایند. در ولایت مختار کوهستان بدخشان برای بهبودی سطح خدمت رسانی به سیاحان شرکت‌های سیاحی، مهمانسرای‌ها، مهمانخانه‌های خرد و کلان زمانوی، هامستی‌ها، طربخانه‌ها و شرکت‌های سیاحی خدمت رسانی نموده ایستادند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که مهمانخانه و مهمانسرای‌ها در یک شبانه روز می‌تواند شماره زیاد سیاحان داخلی و خارجی را قبول کرده برای آنها مطابق امکانیتشان خدمت رسانی نمایند. ساحه سیاحی یکی از بخش‌های اقتصادیات و فرهنگی کشور است. تاجیکستان یکی از دولت‌های زیباترین بوده، با طبیعت کوهستانی، یادگاری‌های تاریخی و فرهنگ بای خود سیاحان را جلب می‌کند. ساحه سیاحی به درآمد اقتصادیات، رشد انفراساختار، اجراهای نوکاری و محافظت از فرهنگ و طبیعت است. ساحه سیاحی می‌تواند اقتصادیات کشور را بلند بردارد، جایهای نوکاری فراهم آورد و فرهنگ ما را حفظ نماید. باید گفت که با مهیا نمودن شرایط و معرفی بلند منطقه‌های مملکت در عرصه جهانی، شاهروی پامیر به دهگانه راه زیباترین دنیا شامل شده، منطقه ولایت بدخشان به حیث مکان اساسی سیاحان اعتراف گردید. موافق دورنما امسال باید خواجگی‌های جمع‌آوری و دهقانی میدان کشت بهاری زراعت‌های کشاورزی را به 440,623 گکتار رسانند. و یا این نقشه عملی می‌گردد و یا تنها در حسابات باقی می‌ماند؟ شرح بیشتری موضوع در گزارش گلچهره ستار. گذراندن کشتی بروقتی سبزوات و کشتی بهاری زراعت گوناگون عامل اساسی قانع گردانیدن طلبات استعمالی اهالی، فراوانی بازار و به تنظیم درآوردن نرخ محصولات می‌گردد. اقلیم مساعد امکان فراهم می‌آورد که سهامداران دهات تمام فصل سال بازارهای داخلی را با استحصال محصولات وطنی تأمین نموده برای گرفتن منفعت بیشتری اقتصادی صادراتش را نیز براهمانند. عالمان و متخصصان ساحه توصیه می‌دهند که مهلت گذراندن کشت، رعایت درست اگرتکنیکای پرورش سبزوات عامل اساسی فراوان حاصلی به شمار می‌رود. کشتی کارتوشکای بروقتی بیشتر در وادی‌ها توصیه داده می‌شود. در وادی خطلون، در نویای توبه‌ای مرکز و بدون این آن خواجگی‌هایی که تو امروز کشتی بروقتی کارتوشکا را فرض کردیم نگذرانده باشند، امکانیت هست. امکانیت در ماه فوریه بسیار خوب می شود. هنگامی سردی و یک برطرف شدن و حرارت هوا به یک درجه معین گرم شدن و اینچنین از همه مهم خاکریز شدنی خاک. هنگامی که ما تیار میکنیم قطعه زمین برای کشتی کارتوشکا باشد، حتما این با محیط خاک دقت ضروری دادنمون در کار است. در منطقه های گوناگون جمهوری وقتی گذرانیدن کشت میتواند 1 یا نیم ماه فرق داشته باشد، ولی استفاده عاقلانه زمین و هوای مساعد، انتخاب تخمی های خوشصفت و پیشپزک، آمادگی همه جانبه برای کشت یعنی شدگار خوشصفت و معیار غذادهی از هر یک خواجگیدار حسی بلندی مسئولیت شناسی را طلب می نماید. ما باید همه وقت در دسترخوان اهالی پیازی هم بروقتی، هم میانه پس، هم دیری داشته باشیم. خصوصا در ولایت خطلون، قسما در ولایت سوخت و وادی حصار پیازی بروقتی این هم باشد در
دهه یکم دوم ماه سپتامبر کشت کردن و حالا اون پیاز که خود زیرات به خنکی تابوار است در دوره تیرمو زمستان اولی بهار نشونمو کرده و ما میتواند در آخر ماه اپریل ماه مای حاصل دهد. از روی توصیه اولیمون و راه ماندن کشت و کار به سهامداران خودجگی‌های دهقانی امکان فراهم می‌آورد که از ثمره مهنت نتیجه دلخواه به دست دارند. وقتی که کشت کارتوشکا گذرانده میشد باید که با تکنولوژی اون رعایت کرده شود با اون قاعده‌های آگروتکنیکی که مناسب با زراعت کارتوشکا است باید که حتما رعایت کرده شود. یکم از انتخاب تخمی خوش صفت، دوم تیار کردن قطعه انتخاب کردن قطعه زمین و تیار کردن قطعه زمین برای کشت کارتوشکا و سوم باشد با نوری‌های ارگانیکی و معدنی تامین کردن آنها باشد و سپس پس از آنی که ما کشت با پررگی به اتمام میرسانیم از همه مهم این رعایت کردن رژه آب است. برای کشتی بر وقتی کارتوشکا تنها نوعی بر وقت پس توصیه کرده می شود. در ناحیه‌های جیهون، شهر توس، قبادیان، ناصری خسروی ولایت ختلان که اقلیم گرم دارند، کشت پیازی بروقتی را خودجگیداران با تجربه آخر آگوست و ماه‌های سپتامبر کشت نموده در ماه اپریل الکی حاصلش را جمع‌آوری می‌نمایند. ما باید حتما پیاز دیرپز داشته باشیم تا که اهالی از آن استعمال کند و زیاده از این هم پیاز بروقتی هم پیاز دیری و صادرات روان کرده شد. از یک طرف از طرف دیگر برای کارکرد کردن برای کشت بهاری باشد اگر برای محصولات پیاز دیری این هم باشد از نوهای دوستی، نو حصاری، نو اسپانی 313 و دیگرها استفاده کردن ممکن. استفاده ثمرناک و عاقلانه زمین، گرفتن زیاده از 3 حاصل، فراوانی سبزوات و میوه‌های سیتروسی، نتیجه‌های ثمربخش خودجگیداری از فرهنگ بلند زمین استفاده بری کشاورزان جمهوری درک می‌دهد که برای تأمین عائله خود فراوانی بازار و رسیدن به یکی از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تأمین امنیت غذایی قدم‌های استوار می‌گذارند. در همینجا برنامه اخبار به انجام میرسد. موفق و خانه آباد بمانید. چای سیاه با شیرینی مخملی مانگو و аромати جلب کننده لیچی. تس فانتزی، فانتازیایی چای پردرخش. دوست می‌داری اثبات نما، با عمل اثبات نما، با سخن خالی نه. در حقیقت تو 40% تخفیف بخشیده به روزی عاشقان از 12 تا 14 فوریه. دوست می‌داری از کالکسیای نوی ایتالیایی از حقیقت تحفه گیر. شیطابید تنها 3 روز از 12 تا 14 فوریه بانوان در روزی عاشقان به خود تحفه نمیگیرند. البته به آنها تحفه تقدیم باید کرد. دوست دار و دوست داشته باش. سراغ ما شهر دوشنبه، خیابانی رودکی 37A، دم پیچد. مدینه میزی آشخانه، پلیتا و آیفون خود را در سامان TJ با مبلغ 6,500 سوم می‌فروشد. شما هم فروشید. برنامه موبیلی را نصب کرده اعلان را جایگیر نمایید. سامان TJ.